شخصا بدون در نظر گرفتن احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک پیام آنلاینی خود که در همایش هفته شهید در سفارت افغانستان در دوشنبه پخش شد از مردم افغانستان دعوت کرد که در برابر ظلم و کشتار و بی‌عدالتی در کشورش متحد شوند که تمام تلاش و کوشش جمعی همه ما و شما اگر نباشد، اگر اتحاد اتفاق خود حفظ نکنه و اگر از این منافع کوچک قومی و سمتی و زبانی و لسانی و ولایتی دیگر پا عبور نکنه، ظلم و استبداد از کشور ما بیرون نمیره. احمد مسعود وضع مردم افغانستان را در یک سال سر قدرت آمدن طالبان وهیم نامید. او گفت در سقوط افغانستان هر افغانستانی گناهکار است و با استفاده از این نامتحدی خاک وطنش معامله شد. در همایش هفته شهید که به یاد قربانیان چند ده ساله جنگ افغانستان و 21 سالگی روز قتل احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان برگزار شد، تعداد زیادی مهاجران افغانستانی شرکت داشتند. در همایش همچنین پیام‌های چهره‌های دیگر شناخته جنگی افغانستان صدا داد. پیام عبدالرشید دوستم رئیس جنبش اسلامی افغانستان را معاونش حضوری رساند. امروز رهبران شما خاموش ننشستند و نه آنچنان که دشمنانتان تبلیغ میکنند. خوب خواب آرام ندارند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با گرفتن درس عبرت از تاریخ گام‌های نهایت استوار و سنگین برمی‌دارد و باور دارد که مبارزات ما می‌تواند رهگشای یک نوید افغانستان متحد، آزاد، مستقل و مرفه در آینده چندان باشد. همایش و یادبود قربانیان جنگ بیشتر از 14 ساله افغانستان مخصوصاً گرامی داشت از روز قتل احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در بسیار کشورهای دنیا برگزار شده است، اما در خود افغانستان از این روز یادآوری نمی شود، زیرا حکومت طالبان به این اجازه نمی دهند. احمدشاه مسعود 10 سپتامبر سال 2001 در پی یک حمله تروریستی کشته شد.